کم کم جمع میکرد. ولی این دختر وسیع ناغوله مثل آب میخورد. پول کم هم می آخه یه قرانم پول بود اون زمان به نظر شما علم بهتر یا ثروت؟ 100% ثروت. بیچاره علم بابا. علم چرا؟ ثروت آره دیگه ثروت داشته باشه همه چی چرا آقا می‌خری. این امکانات باشه برای من؟ به من میگن سیمین آچار فرانسه، سیمین پنجه طلایی، سیمین خیلی بلایی، سیمین چه با وفایی. سلام، چطورین؟ روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. چه خبرها؟ ویدیو بفرمایشمو دیدید یا نه؟ اگه نگاه نکردید برید ویدیوها رو نگاه کنید، نظراتتون رو برامون کامنت کنید. مرسی از حمایت و همراهیتون. اون عزیزانی هم که دیدن و مثل همیشه حمایت کردن، منو ازشون ممنونم. بچه‌ها واقعا این همه انرژی و وقتی که گذاشته میشه برای اینکه که لبخند به لب شما بیاد و منم بتونم تو کارم پیشرفت کنم. مرسی که با همه این حالا کم و کاستی‌هایی که ما داریم حمایت میکنید و حس خوب بهم میدید. اونایی هم که تازه وارد کانال شدن ممنون میشم برای حمایت. کانالمون رو سابسکرایب کنن، زنگوله رو هم فشار بدن تا ویدیوهای من براتون نشون داده بشه. من بعد از بفرمایشام واقعا له بودم، به معنای واقعی له بودم. به چند روز واقعا استراحت نیاز داشتم. البته نه حالا اونجور استراحت، چون باید ویدیو داشتیم، باز باید کامنت ها رو جواب میدادم و کارهای روزانه رو انجام میدادم، ولی خب یکم انرژی گرفتم و برگشتم. امروز قراره بریم خونه مامان، من و سیمین خونه رو تمیز کنیم. اکرم جونم که مسافرته، امیدوارم که کلی پیش خوش گذشته باشه. برای عصرونه، چون میدونم سیمین به خاطر هستی سر کار رو زود میخواد برگرده، گفتم یه عصرونه درست کنم بعد کارمون بشینیم بخوریم. امروز رو همراه من باشید. دیگه مطمئنم میدونیم خانواده من عاشق غذای فسفودی ان. منم دیدم وسایلاش هست، گفتم اشترودل درست کنم. بچه مواد اشترودل سلیقه‌ای هم میشه با گوشت درست کرد، مثل اینی که من الان دارم درست میکنم، گوشت چرخ کرده و پیازداغ و ذرت و قارچ و دلمه و حالا ادویه، یا اینکه با مواد مرغ بخواید درست کنید، مرغ و قارچ و خامه. ولی من مرغ نداشتم، به خاطر همون با مواد گوشتی دارم درستش میکنم. خمیرش هم حاضر کردم. چه پوفی کرده، همش پوفه. بچه ها دیشب یعنی از غروب رعد و برق شروع شده بود. منم که استرس انقدر که خاطره بدی دارم، دو شاخه‌های وسایل برقی رو کشیده بودم. یه از یه دو اینا بود خوابیدیم و یهو از صدای رعد و برق من و عادل هر دو پریدیم. انقدر وحشتناک بود، یعنی برای هیچ کس پیش نیاد. من خیلی میترسم از رعد و برق، به خاطر همینم دو شاخه کولرم که کشیده بودیم مجبور شده بودم پنجره رو باز کنم. از ترس به عادل میگفتم عادل برو پنجره رو ببند، کرکره رو ببند، پرده رو بکش. اون نوری که میزد واقعا وحشتناک بود. بعد اینو بستیم و دیدیم نه، رعد و برق تمامی نداره. من انقدر که استرس گرفته بودم، ضربان قلبم بالا رفته بود. عادل گفتم عادل یخچالم برو دو شاخه‌ش رو بکش، به خاطر اینکه این خاطره رو من مونده بود دیگه. رعد و برق خیلی وحشتناک بود بچه‌ها. عادل هم نظر ترسیده بود. خلاصه این چی دیگه، اون شب و گذروندیم و خدا رو شکر که امروز بلند شدیم دیدیم آفتابه. ولی خب خیلی هم گرمه ها. حالا بعضی نمیدونم کشورها هستن که کلا رعد و برق و طوفان و بند خدا چجوری زندگی میکنن. من که بودم به قول مامانم سکته رو میزدم. خمیرم که طبق معمول خودم آماده میکنم همیشه. اون خمیری هم که اکرم درست کرده بود برای پیتزای بفرمایید شام، اونم خیلی لطیف و خوب بود. ازش یاد میگیرم درست میکنم. بچه چون عادل امروز نمیاد برای نهار، من دیگه وقتم آزادتره. هرچند که این غذا خیلی هم وقتگیر نیست. شما خمیر رو آماده میکنید، میذارید 1 ساعت بمونه که به عمل بیاد. مواد داخلش هم که سلیقه هر چی که دوست دارید میتونید داخلش بریزید. حالا اگه آموزشش رو ندید قبلا گذاشتم، نگاه کنید، مطمئنم خوشتون میاد، چون یه غذایی که بچه‌ها مخصوصا خیلی دوستش دارن. من چند وقت پیش تو یکی از ویدیوهام گفتم، حالا احتمالاً خیلی‌ها ندیده باشین، پیشنهاد دادم اگر کسی دسر یا غذایی که حالا برای شهر خاصیه یا برای کشور خاصیه و بلده، فکر میکنه که به ذائقه ما هم جور در میاد، برام بفرسته آموزششو، یا از خودش ویدیو بگیره برام بفرسته. حالا این
قضیه برای کسایی که خودشون کانال دارن خیلی خوبه، چون یه جورایی معرفی کانالشون هم میشه. برام ویدیوشو بفرستن، منم سعی میکنم که درست کنم ببینم که چجوره، خوبه یا نه، خوشم میاد یا نه. اینم یه مدل ایده برای ویدیو گرفتن دیگه. حالا بازم شما اگه ایده های خوبی دارین برام بفرستید، با روی باز استقبال میکنم. البته اگه واقعا شرایط ویدیو گرفتن برامون باشه، حالا اون مدل ویدیویی که شما دوست دارید. فکر کنم این سری موادش خیلی کمه. آره موادش کمه. برای رومال از زرده تخم مرغ، کره و شیر استفاده میکنیم که روی اشترودل طلایی بشه. اگه نداشتید میتونید به جای کره از روغن مایه استفاده کنید. روش هم به دلخواه حالا کنجد یا سیاه دونه بریزید و بذارید داخل فر. این یه دونه دیگه موادش تموم شده بود. من یکم سوسیس داشتم، برای عادل با سوسیس درست کردم. بچه‌ها چون کاغذ روغنیام خیلی جالب نیست، من 2 تا رو هم گذاشتم که کف اشترودل نسوزه. از قبلم فرو گرم کردم، طبقه وسط میذارمش، حدوداً 20 دقیقه کافیه. بریم ببینیم غذامون در چه حاله. بعد 20 دقیقه من فر رو خاموش کردم، چون فر من برقی گازیه، قسمت گازیشو خاموش کردم، گریل بالا رو روشن کردم که طلایی بشه. فقط حواستون باشه وقتی گریل رو روشن میکنی بالا سرش بمونی، چون امکان داره زود اون غذایی که داخل فر میذاریم بسوزه. الان قشنگ طلایی شده دیگه، از فر درش میارم، میذارم خنک شه، بعد از سینی جداش میکنم. خیلی عالی شد. چقدر آسانسور شیشش کثیفه. بچه حاضر شدم، سیمین اومده دنبالم، بریم خونه مامانینا رو تمیز کنیم. اینم از غذامون. چه آفتابیه. آدم رفت اینا کمو بیارم. سلام ستاری. خوبم. این چیز خوشمزه‌ای درست کردم. تو این از من میگیری؟ خدای منو اینم عصرونه. خوشبختی محاله. بابانه. خوبی؟ سیمین درت باز بودا. والا. خوب نبسته. بر آهنگ تو قطع کردی؟ بچه‌های عزیز. اون یعنی چی؟ اون یعنی چی؟ یعنی من بگو خیلی دیسلایکم. چه خبر؟ بچه‌های عزیز. او چه محکم بستم، ببخشید. اصلا خانم هر کی سوار ماشین قربونت من نمیدونم چرا درو محکم میبنده خانم. حالا ما سوار ماشین یکی بهشون خودشونو میکشن. نه منم به خدا خانم در رو آهسته الان میبندم، آهسته ببندی. باشه ببخشید. سلام علیکم خواهر قشنگ، خواهر زیبا، خواهر گوگلی من. آخه دست کمال، آخه این همه مهربان، این همه خوشقلب، این همه فداکار، این همه باشه دیگه. بچه‌ها خوبین؟ چطوری؟ خیر باشه، روزی پر از سلامتی و آرامش و انرژی مثبت داشته باشین. ما با انرژی داریم میریم خونه مادرم. حالا چرا اصرار میکردی من بیام؟ اینو بگو. کمکم. نه جدا از کمک. دیسک 1 و 2 زده بالا. نه حالا میریم به بچه‌ها نشون میدیم جدا از کمک. به خاطر چی تو گفتی من بیام؟ حالا بریم به بچه‌ها نشون بدیم. بچه‌ها آبروی من نبر. خانم من آبرو ندارم دیگه، آبرویی نمونده. من آماده بودم کولر زدم ها، نگی این برو من نه بگه خواهرم بدون کولر. نه کولر داشت، سیمی همیشه کولر میزنه. بچه‌ها کولر زدم. خانم‌ها کولر زدم. باشه دیگه متوجه شدیم. الان باد میاد ببینید خنکه. آفرین. وای دارم یخ میکنم سنجه.
خیلی گرم شده. بچه‌ها هوا خیلی گرمه واقعا. سیمین دیشب رشتم رعد و برق میزد. آره اصلا ماشین من بچه‌ها انقدر کثیف بود چون بارون خیلی گل داشت. خیلی بارون کثیف بود. صبح بلند شدم ماشین نگاه کردم ماشین برق میزنه. تو نمی‌دونم آره نصفش یه بارون خیلی قشنگی مثل که اومده بود. بارون خوبه دختر. به قول من شورده بود. انقدر سیمین وحشتناک بود. من دیگه دو شاخه یخچالم کشیدم. در اون حد وحشتناک بود. راست میگی؟ به خدا. نه مال ما در عادلم حتی ترسیده بود جدی میگم. ساعت چند میتونی بگی؟ ساعت 3:30 به بعد. من خواب و مرگ برای من یکی اون زمان. جونت ولی اصلا متوجه نشدم. احتمالا همون موقعی بود که بارون اومده بود میدونی؟ خیلی وحشتناک. خانم کمربندو بستی یا نه؟ یه همینجا تا همینجا نمیفهمم. ایمنی اصلا سوار با یه دست ماشین نمیشه به خدا نمیشه. خانم سوار ماشین میشه اول کمر رو ببند. من همه رو باید بگم دیگه خانم تمرکز بدن رانندگی نمیمونه برای من اینو بچه‌ها قطع میکنم که کمربند ببندم. ما رسیدیم خونه ماما. کم شانسی از این بیشتر سالی که خانم نکوس از بهارش پیدا این سگم رفت جای من پارک کرد. یعنی خانم از این کم شانستر از این بدبخت‌تر چیکار کنم؟ بیا این بغل بزن. چه گرفتاری آخه جا قد بود مگه آقا تو اومدی اونجا جای من پارک کردی؟ اینجا هم خوبه که میرم دیگه همینجا میرم دنبال من رو نفتی بیا اینجا. سگ آشنا هم هست برام یه ذره به خدا نکنه سگ آشنا بود. سیمین از سگ و گربه میترسه شدت یعنی این سگ از سگ میترسم بچه‌ها. جون از جونه دیگه کدوم جونی برای من نمونده. تو جونی پارک میکنی جای من. حسی جونی چطوره؟ از سر کار بود بچم فعال خانم فعال. خاله براش قش کنه یه دونه هم برای خالم درست کردم. میام برای خالم برای حسی درست کردم. کردم. من برات بمیرم خواهر اینقدر خدا شکر منو تو خانواده‌ای قرار دادی از استعداد من نگم برات خدا شکر. خب این برم بیای خدا تو رو میبینه قشنگه. بریم رو در رو ممشه با خدا رو بریم کارامون رو شروع کنیم. با اینا نون آب نمیشه. واقعا نمیشه. بریم تو مراقب سگی باشی دنبالمون نکنه. نمیاد بدبختم ها نمیاد بابا جان. منو ست کردن سیمین شدم. بچه یه بازی چند وقت پیش یعنی 2-3 ماه پیش تو تلگرام اومد که حالا بچه‌ها میگفتن که مثلا سکه جمع میکنید و قابل برداشته. یه سری ها میگفتن نه. من گفتم من اینترنتو که دارم وی پی ان هم که دارم میخرم بیا بازی کنم. حالا هر از گاهی بازی کردم خلاصه تایمش تموم شد. بعد حدودا 1 ماه قیمت گذاری شد و واقعا اون سکه ها تبدیل به پول شد. منم خلاصه تونستم ازش یه پولی به دست بیارم باهاش این گردنبندو خریدم. ببینید خیلی خوشگله. اینجوری میگن عقل به کوچیک بزرگی نیست. این بچه به ما گفت خانم تو اینو برو. این 2 تا انگشت بود فقط 2 تا انگشت خانم. آره حالا احتمالاً تو اینستاگرام نگاه کردید یه بازی دیگه اومد به اسم همستر خیلی هم سر و صدا کرد. نات کوین اونقدر حالا کسی نمیدونست ولی اینو انقدر که دیگه تبلیغات کردن و گفتن حالا اینم میگن که مثل اون نتیجه میده و من به همه پیشنهاد کردم تو رو خدا این بازی رو انجام بدید. ببین فقط اینجوری بکنید. الان کارتمو خریدین؟ برات فعلا دارم اینجوری میزنم خواهر به جای تو دارم. خانم الان کار من همین شده فقط این. ما به آرزوهامون قول رسیدن دادیم. خانم شوخی نداریم که. کارتا رو برات بگیرم. این که خیلی جالبه اون نات کوین فقط همون ضربه زدن به اون سکا بود. این ولی باید کار بکنی هی باش. این آره یه ذره کارت میگیری بهت پول اضافه میشه نمیدونم 4 نفر دعوت میکنی خلاصه این جریانش خیلی فرق داره. یه سری‌ها میگن که دروغه یه سری‌ها مثل ما چون اون یکی رو انجام دادیم و خلاصه به یه پول واقعی رسیدیم میگیم که شاید اینم واقعی باشه. حالا داریم انجام میدیم دیگه ببینیم چی میشه. من کارتای امروز رو برات بگیرم. بگیر حالا ببین میشه خانم اونم از کم شانسی منه. نه تو یه جاهایی سیمین نخریدی به خاطر اونه. اون سری خانم اینا هی میخریدن هی من نمیشد. اونم از کم شانسی من بیچاره کارت خریداری نمیشد. همه جلوان من عقب. نه خدا رو شکر تو هم خوبی بابا. الان این کارت امروز رو بگیری خیلی بالا میاد. ولی یه سری خریدا داری. حالا این یکم انگار شبیه بازی هوشه یه چیزایی بهت میگه باید انجام بدی. خیلی میگه مهمه اینجور کارا رو بکنی. یه دونه رو میتونم الان فعلا برات بگیرم. بگیر کارتای منو بگیر خانم من اونجوری چیز بکنم بذار من به آرزوهای من در قول رسیدن دادم. حالا جالبه آرزوهای من
جالبه بچه‌ها یه سریا که واقعا از این راه پولم به دست آوردن نیومدن به بقیه بگن. حالا ما میذاریم بر روی مدرسه بازیشون که نمیخواستم بقیه بیان. بابا حالا ضربه زدن تلگرام مال پدرمون نیستش که هر کی تونست انجام میده، وقت میذاره، به یه پولی هم میرسه. ولی خدا کنه که این واقعا اینم پولکی باشه. بعد میدونی به بعضی هم بچه‌ها وقتی میگیم باور ندارم، میگن با حسابای ما رو هک میکنن، ممکنه آره مثلا باید مشکل دقت برای ما کنید پیش هر بیاد. لینکی رو باز کنید. اینم هست. آره به خاطر همین ما منم زیاد نمیتونم به کسی اصرار بکنم. بعد با نیاز به دعوت کردن آدما داریم. آره من کسی رو نتونستم دعوت بکنم. این بچه‌ها یه راهایی بله دعوت میکنن، کارتا رو میبرن بالا. سیمین یه سریا رو باید بخری، اینجوری نمیشه. یعنی پول خرج کنم؟ نه خانم‌های عزیز، همکنون نیازمند کمک‌های شما هستم برای پیدا کردن چند نفر آدم برای دعوت کردن من به اونا به همستر. گیر کردم حالا کارتو نمیتونم بخرم. من دو سه نفر دعوت کنم. گرفتار شدیم، کم واسه خودمون گرفتاری داریم. من اصلا خانم چند وقت پیش ستاره جا خواب دیدم. چه خواب؟ نگو همینه، نگو همین همستر میخواد بیاد به داد من برسه. خانم من خبر ندارم. خواب دیدم خانم من بالای یه درخت پر پول، یه 7-8 تا همستر هی دور درخت میچرخن. تو رو چرا طواف میکردن؟ من نمیتونستم از سرت بیام پایین. اگه به ترست غلبه کنی آره فکر کنم برنده میشی. خانمایی که خدایی نمیدونم کیا بازی دارید میکنید، ولی امیدوارم که ما رو راهنمایی کنید. نه تهش واقعا پول باشه بچه‌ها. ولی یه جمله خوب گفتی ستاره، من گفتی که به چشم بازی بهش نگاه کن. آره بابا به چشم بازی نگاه می، حالا شد نشد دیگه. قبلی هم واقعیتا این که من به چشم بازی داشتم نگاه میکردم، گفتم حالا که من همیشه درگیر گوشی هستم، گوشی دستم هست، حالا هر از گاهی بیام یه 4 تا اینجوری ضربه بزنم چه اتفاقی میفته. خانمایی که ولی بعد خیلی خوشحال شدم سیمین. آره میدونم. آفرین خوب خریدی آفرین. خدا کنه یک از این بلندتر چون من بخرم با پول همسته. الهی آمین. بچه‌ها خانمایی که به ما گفته بودین که الان خانمی نیست که، خانمی برای خودش ما رو گذاشته رفته مهمانی. بله این کار هر هفته ما خانم اون سالی یه بار پولی به ما میده، برای کارگری هم نمیده عزیزای من، اونو میده یادگاری ما یه چیزی بخریم، وگرنه ما هر هفته باید اینجا رو تمیز کنیم. خبر داری دیگه به فرمایش هم یه جانی دادیم، این چیزشو رادیو با ارزششو برده بودیم و شنوندگان عزیز نه امانت در خیانت. بچه‌ها یه تیکش افتاده، خودش هم یه ذره ناراحت بود مامان، ولی دیگه چیزی به ما نگفت. آره چیزی به ما نگفت، ولی خانم دیگه همینه، میدونی قدیمیه. من فکر کنم چند سال عمر داره خواهر، خیلی عمری الان دیگه چیزه جزء عتیقجاته. آره واقعا آره جزء عتیقجاته. خلاصه ما رو فراموش نکنید. بیا برای زدم ها. چی؟ اون یکی بازی رو نمیای، اون یکی هم خوب بود. اون یکی رو من نه دیگه خانم، میخوای نکنه اون یکی پول داشته باشه اصلا. من میگم شاید هم اونم باشه، من اونم باید بخریم کارت. نه اون فقط همین ضربه زدن. اونم باید دعوت کنیم مردمو. نه فکر نکنم. خانم یادم بزن دیگه خانم، اونم برای من بزن دیگه. حالا این زدن است، من هی میزنم، هی من که حرکت دستم مثل بابام تنده بچه‌ها. بالا تمرکزمو داره منو میگیره این. خانم ببین من نگاه کن، تو نگران من خودم، تو این کار من این سالیان سال خانم جارو برقی من اینجوری میشه. چه گرفتاری شدیم؟ یه جارو برقی خوب تو این خونه نیست، 2 تا هست، هر دو تا هم داره. برای نظافت منزل جاروی برقی، پارچه خوب، اینا چیزای مهمیه که یه خانومی که مثل من کارگر میاد تو خونه باید این امکانات باشه برای من. به من میگن سیمین آچار فرانسه، سیمین پنجه طلایی، سیمین خیلی بلایی، سیمین چه با وفایی. شعر ساخته اصلا آقا یه دونه هستم. اون یکی جارو برقی مون خیلی در و داغونه، عادل لوله اونو برده درست کنه، یادش رفته بیاره، یعنی البته فرصت هم نکرده ببره. حالا این یکی رو ببینیم میتونیم درست کنیم. اینو فعلا من اینو چیز میکنم، اگه نشد باید بریم از خونه ما جارو برقی خانسبان میکنم بچه کارمون را بیفته تا عادل بیاد. عادل گفت تا نیم ساعت دیگه میاد. گفت نیم ساعت تا 40 دقیقه دیگه، تو 2 ساعت رو در نظر بگیر. آره دیگه تازه داره از عادلم اینقدر بدقول. چه عادلی هست، چه عادلی. خب اینو یواش با تو معنینه با این تو کارتو بکن، این هیچی نمیشه، اصلا سرش به درد نمیاد. اگه اومد من صدا امیدوارم. ببین بگو
ما این چه زندواری هم تمام کنیم دیگه. میخوای بریم خونه ما به نه خودمون اینو بده. بهتره. اگه عادل میخواد نکن چقدر جنس آشغالی آره داره. این اینجوری نگه دار، این اینجوری نگه دار، این همینجور مساوی. تازه من اون رو درست کرده بودم. بریم به خانه بزنم اگه نشد با اگه خوب نشد آقا وسط کار یه دونه دیگه پاره شد. نگه دار. اصلا گرفتاری خانم صد به بالا یا خانم صد به بالا. خانم بدون اینقدر کچا در بدی بریم جارو برقی بیاریم. اگه این نشد میریم یعنی چی خانم این چه جارو برقی آخه مردم میگی بیان خونه رو تمیز کنن. آخه امکانات نباید یه ذره باشه. خودشون هم دازه نیستن. خودشون هم نیستن. ما رو آتیش هم بگیری کسی نیست قبل یه ذره آب تو گلوی ما بریزه. من فعلا یه دونه چای گذاشتم که بخوریم. این ولی که نیست. باور کن بازم همینجوری. حالا بذار بریم اونو بزن. یاد نکن تا عادل بیاره. چه خوب این چسبو داشتم خونشون خانم. اینجوری واسه چرا اینقدر هزار تیکه شده؟ این میدونی چیه؟ این خشکه دیگه. اینا بازیافته خانم. اینا همه بازیافت میرن از این چیزا درست خود موتورش خیلی خوبه ها. این فقط داغونه. خانم با جنس خوبی زد دیگه. خودتونو بچه‌ها درگیر نکن. اگه یه جا پاره شد شما با چسب اینو ترمیم بکنین تا بعدا ببرین درست کنین. استرس نگیرین. استرس اصلا نگیرین. سیمین نداشتی میخواستی چی بکنی؟ دخترم امیدوارم جای دیگهش دیگه باطل نباشه. آروم بگیرین حرکت کن برو ببینیم چی پیش میاد. بچه فکر کنم شیشه پایین افتاده بود خورد به انگشتم خون اومد. پروژمونم با شکست مواجه شده. آخه خانم اینا ما رو تنها گذاشتن. آخه نگذاشتن شاید ما رو آتیش بگیره خانم. آخه این نمیشه که خانم. این نمیشه. این چی هست؟ آخه چه جارو برقیه. من میگم بریم خونه یه لحظه جارو برقی برداریم بیاریم. من با این لباسم بیام به خدا مردم دیگه منو ول نمیکنن. همه میگن خانم میشه بیای برای تمیزی نظافت منزل. فکر کنم به قیافه میاد کارم خوبه. این مواظب دستت باش چیکار حالا می‌کنی؟ بس کن جارو رو بزن. این تا آخر نرفته. چرا خانم رفت دیگه خانم دستم شکست. والا من دیگه دست برام نمونده. بزن. حالا فعلا بزن یواش بزن تا عادل بیاد. این چرا پاس خون اومد؟ نمیدونم این چیز خوب. سیمین چای میخوری؟ آره میخورم. چیکار داری میکنی؟ خانم من از این بازی عقب موندم. یه ذره بمونم. سیمین وسط این همه کار. خانم جارو برقی خراب شده. جارو تو فیلم نگیر خانم. بچه‌ها یه بچه دعوتی اینجوری کار میکنه بچه‌ها ببینی. دعوتی اگه چیز کنیم یه 2-3 نفر برای من بفرستیم من اونا رو دعوت کنم. خانم تو رو خدا خانم آخه چیزه این جارو برقی خراب شد. دستم درد گرفت انقدر اون خب جارو رو که من میخواستم بزنم. آخه من که داشتم برای اونو تعمیر میکردم. چون داشتم چیکار داره میکنه؟ بچه هر دوتا خرابه دیگه. زنگ زدم عادل از خونه ما جارو برقی رو بیاره. از اینجا هم حتی پاره شد ببینید. این همه تلاش کردیم چی به هیچ. ناموفق. مامان به من نگفت این اینجوری شده وگرنه من زودتر تو فکر بودم که جارو برقی خودمون رو بیارم. آره منم تو فکر بودم. اگه میدونستم نمیومدم خانم والا. میخوام بریم اون برتر تمیز کنیم حالا آره بیا بعد جارو چایمون بکشیم. بخوریم. چایمون رو آره بزنیم. من خیلی سرم درد میکنه. چایمون آره. بخوریم بعد من میرم لطه‌هامون رو بزنیم. چرا یه دونه چایه بس؟ نه یکی هم اونجاست. سرد شده انگاری که. نه بابا خوبه. چی چاله به خدا؟ یه ذره آب توش بریز. میدونی چی چاله یعنی چی؟ یعنی چیز بلرم. بله. به اینجا تمیز کردم خانم. ببند. فقط کسی. بسه. چای ستاره پس. چه رنگی داره؟ با کیسه با کیسه یه میزنه لامسته اینقدر رنگ خوب داره. آقا آخه بودی اونجا سی کار میکنید آخه اون بچه‌ت یه دونه داره میره ها. بچه این بچه ها تازه به دنیا اومده بودن. به خاطر همین به ستاره گفتم بیا.
آره اجازه نمیده چشمای بچه‌هاشو دست بزنی وگرنه یه سری‌ها گفتن که باید یه ذره چشماشونو بشوریم. بابا ضد عفونی کنه. شیر بوده تخور بشیم بچنی که رفی لحمه برد و جور ایده نه ایسا بود ایده حالا خیلی بابا اینا از گربه خوششون میاد. خواه بده خواهون بذار اون دیگه میخوام بخوابم. آقا یه دونه اینجا بود هرچی گیشن نمیشه پیدا کنم. خب این کجایی تو نگو اینجایی خیس شورنده اینو بردم انداختم تو ببخشید خیس شورنده یعنی چی؟ یعنی باران بخودی هیس بود خیس شده بود فارسی بگو. باران بخودی هیس شد بله بودم یعنی مار اونجا بود انداختم تو جلو اونجا بود. اون رو بغل که خوش شد الان اون حیوان متی افتاده تو دیک ما عجز یعنی میگردم ندیده مادرش ندیده بود وگرنه هیچ مادری بچه‌شو ول نمیکنه آقا درسته یا نه؟ الان ول کردی اونجا بالای دیگه خب بچه رو پیدا نمیتونست بکنه. وقتی من دیگه از ما گزارشگر از صدا و سیما مزاحم شما میشیم. آره نظرتون در مورد زندگی چیه آقا؟ به نظر شما علم بهتر یا ثروت؟ 100% ثروت. بیچاره علم بابا علم چرا؟ ثروت خوب آره دیگه ثروت داشته باشی همه چی می‌خری. چرا آقا شما علمو ترجیح میدی به علم ثروت؟ چیزی علم یعنی سواد داشته باشی نمیدونم کارهای فنی بلد باشی اینم میگه علم. چرا فرار میکنین ببخشید شما با اینجا داخل آقا به نظر من علم بهتر یا ثروت؟ به نظر من فطرت از علم و ثروت بهتر. نظر شما تو فعلا 2 تا گزینه گفته بودی. اون گزینه سوم چیز ماشین هزینه داره؟ درست کرد. بله بابا درست خیار آوردی برام. دارندگی و برازندگی دیگه آقا. خیار آوردم الان برای من چی؟ یه مقدار تا 20 کیلو بردم فروختم. خب بله کریسی تومن. بعد نوش یه جانه مقدار زحمت میکشی. میذاره گذاشتم ستاره. طرف دادی یا نه؟ دشت به طرف دادی یا نه؟ ببین این گفت یه 4 کیلو بده با یه دوستم بدم. خب باشه 4 کیلو گذاشتم بودم زود این تو دهانم ننداز دیگه. یه 4 کیلو گذاشتم اونجا گفتم باشه برو بده. زنگ زد دوستش گفت اینه برده بود بهش بده. پول نقد نبود حالا کاری نداره. کارت به کارتیه؟ نه بعد اومد اینجا کارتش نوشت کارت شما از کارت مثل که خوشت نمیاد. نه چرا؟ پول نخ قدیمیان اینجوری دوست داشتن اینجوری بشمارن. خب من آقا تو من بگو ببینم که بچه حالا فصلش هست یه موقعی با بابا برنامه‌ریزی می‌کنم میریم باغ براتون دوباره ویدیو میگیرم. برای منم گذاشتی بده خربزه درست میشه خربزه الان خربزه در بیا گوجه خربزه اینا. من یه سوال میخواستم بپرسم دختر بزرگی شما فعلا تشریف ندارن 2 تا دخترها دارن اینجا رو تمیز میکنن. نه من اینجوری دوستم نزدیک. خب دختر بزرگ نیست خب بعدن الان چه تکلیف چیه که ما 2 تا اینجا اون نیست. نه کجا آقا تو چرا فرار میکنی؟ جونه بمیرم قلبی بمیرم جونه بمیرم. خب چه باهم چه میکنه این؟ سیمینه میتونم کول کنم؟ با یکی بیاد تو کنم آفرین بابا خودی این بابا خب من تو چیه که منم 60 خورده با اینو بگی تو رو خود با آفرین تو رو با روی تی انباد آفرین با قسم بدم دون و مثل مرچه شناسه نه خب چی بکنم؟ خدنه میگه تو میزاگی آخه نگه بابا آخه خوب چرا رفته کول دختر تو رو خدا بابا با داره اون اینو کول میکنه چیکار داره بعدا جلوی ما میگه کمرم درد میکنه عادلم نیومد که جارو برقی رو بیارم ما کارمون رو انجام بدیم. ترازوی بابا خیار رو برای من گذاشتی؟ پس من داخله؟ بابا یه پلاستیک هست همه قلمی همه خوب اونا برای من سیمی برای من کپچه کلاچه نی آقا من چشم میتیره سالم نام سوال بکن فردشون بدم عبرم آقا بده فرده کاییستم آقا ستاره ریزی بیزه کجا پای ریز بیوه دوست داره هرچی کپشه کلاچه چاقه بی مصرف و مرینه خدا نمیتیر خواب عبرم بابا من ستاره یو بگو تو ایه دیمون ایته بیخدار دگودم ارورا فدا بقیم ایته اتب متوسطه بودم سیمین که ایه فدم بعد میتیر سالم عبرم سیم مال منم بردار تو میخوای بردار
یه خیلی بریزن هم فردا شون تیر نه 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 بال من میخوام بال من بخاطر رو خیارم با این فردا تو همیشه چشمش کنی تی سرکلات اینی دی باش دی مرا جدی پیدا خورده خدا نگهدار آقا جان. آره دیدی پیداش دیدی کردم. آقا جان امن اگه نمیشه اونو بچه‌ها یه ذره بزرگ بشن میبرن. نه دست کدی تاقه مو دیگه راست کنی ولی بیده کدو این خود دنیا رو آقا جان. برسم اصلا نداشتیم آقا پیدا جان کنم من گشتم پیدا کردم. دهنی بمیرم سیمین ببین، آسمونو ببین. باغ باور دیده بایی بانه ما هم در اومده. ماه در اومد که چی بشه. بابا دیشب رعد و برق رو دیدی؟ آقا جان، رعد و دیشب برق بیدار بودی؟ وحشتناک بود. والله خطرناک خطرناک من یه سده بله. مثل که ماما بوده که اکرم بوده ایجنی نگاه بوده 1,400,000 دنیا هزینه هزینه چی؟ فقط علم عوادل باوری علم فنگری هیچ مثال آره امداد یکم گشتشم شده. امداد خود رو امداد باید ببرم اینو باید ببرم اونجا اینو با دست کن. نه باید با دست کن. این مال منه بابا، این مال منه. اما الان جا رو نریگه. من دامن شدن چه که منطقه بودم عوادل اون نور ده خود بوده برو عادل این یکی هم میتونی ببری ما رو اسیر کرد. ببین ما چقدر اینو فقط چسب مشکل زدیم این داره عادل من هر چقدر نه تلاشمو کردم عادل بگو مکشش عالیه. ابسود کشه عادل نگاه بگو همه عادل تو اینم باید ببری الان اونم باید ببری. نه اینو همینو باید ببری. عادل من نگاه کن بچه‌ها خدا این داماد منو نگه داره. این بچه برای من اینترنت زد. من همش تو اون بازی هم وگرنه من نمیتونستم. یه سری نمیتونی منو دعوت کنی عادل 2 تا کارت میخواد گفت میگه 2 نفر دعوت کن. من خودم دعوتی ندارم علی دوست آشنا نداری؟ من خودم مامان دعوت نکنین من میخوام بگم بیا بس کن. من مامان دعوت نکردم گذاشتم برای سیمی. خدای حقیقتا الان یه نکن. کارت اومده باید مامان رو دعوت منم با یکی گفت فقط مادر همه دوست آشنا داریم بابا رو دعوت کن. کنه به خدا. آقا گوشی نره سیمی من به تو نگفتم. یه جا بس کنید شما یه دونه پیام واسه بابا میره اونم وارد کنید توی گوشی دیگه آره یه عکس بزنید. آفرین. حواسم نبود ببین همین کار. مامان رو دعوت کن مامان بیا علی عادل نصب چقدر کنه. نامردی من کیو دعوت کنم؟ یه کار جدید اومده اونو باید حتما یکی دعوت کنی آره. نه جدید من رفتم نبود. یه دونه جدید اومده سکه اون حتما باید یکی رو دعوت کنی زیادم بهت پول میده کدوم ما اونو نمیدونیم اونو به ما بگو. مثال یه زمان کدوم سکه است اونو به ما بگو. عادل کمک های امدادی من نگاه کن پسر. درگیر اون سکه و همستر شدیم ما زندگی. خب بابا رو راست رو گوشی حواس. بابا رو در بیار مامان عادل بدین نصب کنه گوشی مامان رو بده به عادل دیگه الان تلگرامو نصب کنه. الان میدم من اونو دعوت کنم. دیگه نوبتی هم باشه نوبت اینو به خودمون برسیم. چه بابا چقدر جالب خوب شده. توش روغن نریخته بودم اصلا. این کاغذ روغنی هم از منطقه گرفتم که ظرفه کثیف نشه مجبور نباشه تون تون چقدر بشوری. خوب درست شده درش بیارم. آره دست در نکن. این خوب. سیب زمینی ها چیزه آماده. آره آماده است. دست این دستگاه دست شما و دست خیلی چیز ساینده. خوبیه بچه‌ها. چقدر عالی شده. خیلی ها پیشنهاد داده بودم من بخرم ولی بچه‌ها من چون سولار دارم اونم همین کار رو انجام میده دیگه نخواستم خرید الکی کنم. خوب شد. چه میکنه این ستاره فود؟ خواهری مهربان، دلسوز، فداکار، حامی خانواده. بابانت جای دست هستی دلی زینب باز. اکرم خالی. واقعا ببین با چی داری بازی راضیه می‌کنی؟ بچه‌ها. ببینید این خیلی کیپ شده. عزیزم. میخوای گرمش کنم؟ نه من که اینجوری سرد دوست دارم بچه‌ها. جاتون واقعا به قول امیرعلی تبت باته. و اینکه الان بعد از فعالیتی فراوان واقعا دستام درد میکنه. دستام انقدر به مواد شوینده زمین. خسته نباشه عشق من. قلب خواهر. دورت بگرده خواهر. بمیره برات خدا خواهر. نکنه بابا. بریم بچه‌ها یه ذره استراحت کنیم، یه غذایی بخوریم، یه انرژی بگیریم. من که باید این مسافت رو برگردم، ستارم که حتما حوصله‌اش سر میره. عادل باید اینو ببره تا یه جایی. نه گفت می‌خوام برم خونه پدر شهرمینا به اون. آره یه سری بزنم بهش. ببین چه دختری داریم ما. چه دختری داریم ما. خیلی خوب. بریم عادلم اومده. عادل میخوره؟ آره. خب بس. عادل البته خونه اشتراک دل داره سیب زمینی ها رو ببریم بخوریم با هم. یعنی الان اینو بهش نمیدیم؟ چرا میریم یعنی الان یکی من و تو یکی
چیه بابا؟ بابا چیه؟ موشی موچی نه موچی علی رفت برامون شیرینی گرفت که خستگی در کنی. علی آره خمر میشه فکر من داریم میرم آقا هر مدل ما بودیم شمیری فکر اما اصلا این مدل رو نمیدونستی چیه؟ آقا انا در بوشه انا بیای مامان صد والله مامانش سلام مامان. الو مدرم سلام بفرمایید. دیدی مامان مامان تو گفتم مامان خوبی؟ کجایی؟ بابا همینجا. باشه الان بهش میگم باشه. قربونت فدا. باشه قربونت. باشه قربونت. میرم گشتر است تیم کار نکن تیم دیدی خونه خانم مهین بود، خاله مهین بود. بابا برو دیگه گفت بیا دنباله. من بی کار گفت بیا کنم دنباله. خونه خاله مهین. تی خانه که شناسی تریز زنگ بیا زنه مدل نگفتم بله بله من دیگه سده ما شاممون رو خوردیم، جاتون واقعا خالی. سبز آره بابا هیچ کاری نگه بچه چرا دست در نکنه. ها بالاخره من یاد بچه سلام علیکم حال شما خوبه خیلی ممنون تشکر بعد این دخترای گل ما قلب بابا اومده خونه رو تمیز کردن بله. منم برای اینا هیچی نگرفتم این چایی این کیک و اینا را خودشان بالاخره برادر علی خرید آورد پیش اینا دن استفاده میکنن تو همینجوری جو نقل مجلس صحبت بکنی خودش طلایه بعد این بچه این دخترم با چاقو سومیه این خیلی دختر خوبیه قلب بابا حاجت میکنه چرا؟ میاد دوشو بچوک میکنه میچسبه نه دوست یکم دور بدتر شد بچه بدتر شد بچه سیبین چای میریزی زنی ببینم من زنی ببینم خودش در مورد پول میگفتی آقا جان من تلویزیون چیکار کردم مردم من درست کرد مرده دختر جان با مو تلویزیون همه فارسی. راه کود تلویزیون همه با مو راه کود دست داماد در نکنه به توسط داماد آره الان اینا هر جایی میبردیم بایی بچه یه هفته آره واقعا وجدانه بایی میمون یه هفته واقعا حالا کاری نداری دست داماد در نکنه آورد اینجا با ایستاد 3 ساعت اینا را همه را اوراق کرد همه را بس تاویل داد هزینه‌ش هم الان گفتیم هر چی تعریف کردم گفت باشه میگیرم رفتم سر کوچه پولش هم بدم گفت باشه میگیرم این مال شرکتیه گفت اینا حساب کدام میگن از شرکتم بپرسیم دیگه چقدر هزینه هست چشم میگم بابا با خانم گفت یخچالم خرابه گفت باشه هفته دیگر من میام یخچال برای شما درست میکنم به توسط داماد بچه‌ها میدین چی شده بود نگفته بودم یهو بابا اینا البته خب بد بیاریه دیگه واسه هر خونه امکان داره پیش بیاد هم تصفیه آبشون خراب شد هم تصویر تلویزیونشون سوخت هم دیدید امروز اون جارو برقی چقدر اسیرمون کرد اون جارو برقی عادل رفت گرفت آلولا اینا بچه اینا از غرض میکشین اینجوری میزنه با دار دیوار اینم خوبی اینم خانمای آقایم اینم خوبی اینم به جای دست شما در نکنه است آقا ما جارو نمیکشیم میگه شما چرا میکشید بعد جارو چی کنم آقا رو کولم بذارم من کمر دیسک من درد میکنه آقا چه جبجبی هم نگاه میکنه نه دست آقا در نکنه تو من نگاه الان دیگه بابا پول ارزش نداره نه بابا 20 سال پیش 1 میلیون چقدر ارزش داشت 20 سال بود میلیون گینه بود همون 50 تومونی 5 تومونی اگه 5 تومونی بود 2 تومونی بود واقعا من روزی کار میکردم آوردم اون آقای نشون دادم اون مهندسه بچه از صبح میرفتم 5 تومون تا 2000 تا ظهر 2000 هم با ظهر یه قرم به اینا میدادم بریم مدرسه یه چیزی بخرم برای خودشان بخورن و کلی هم بابا خرج میکردی با همون اما اون دختر بزرگی هم اون پول نمیخورد کم جمع میکرد ولی این دختر وسیع ناغوله مثل آب میخورد پول کم هم میاد آخه یه قران هم پول بود اون زمان پول بود دیگه یه قران با اون دیگه نه الان ناراحتی نه من بچه‌ها خودش منو مجبور میکنه یه چیز بگم چقدر ولی بابا اینا اون خاطرات قدیم رو تعریف میکنن جدیدن برامون ما هم کیف میکنیم مامان داشت چند روز پیش میگفت یه سریاله
که قدیم تلخ و شیرین بود. مثلا ما تلویزیون نداشتیم، میرفتیم خونه همسایه‌مون، اونجا میتونستیم نگاه کنیم. من گفتم شاید ماما حواسش نیست، حالا چی یادشه که سریال اسمش چی بوده. اومدم اینترنت سرچ کردم، واقعا همچین سریالی بوده. حالا یادش بود. واقعا اوشین بابا، اوشین رو نگاه میکردی تو؟ این دیگه زمانی بود تلویزیون داشتیم. تلویزیون اون موقع نداشتن. اون موقع خیلی قدیمیه. مراد برقی سریاله. بود. مراد برقی. بود. آره. وای. بچه‌ها آره. مرسی که امروز همراه آره. ما بودید. امیدوارم که شما هم حس خوب گرفته باشید از تمیزکاری، از کنار خانواده بودن ما. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، از ما حمایت کنید. با شما خداحافظی کن بعد من. بچه‌ها از ستاره خانم حمایت بکنین. مرسی. بله این دختر خوبیه. دست شما در نکنه. خیلی ممنونم. خداحافظ. بچه‌های عزیز یه روز دیگه در کنار شما بودیم، در کنار ستاره عزیز. مامان نبود، اکرم عزیز نبود، پدر گل من اینجا اینو گیر آوردم پیش خودم هست، همینجوری نگه می‌دارم اینو. ستاره گل ما رو حمایت کنین، در کنار ما باشین. ممنونم از انرژی مثبتی که به ما میدین، از انتقادهایی که از ما میکنین. ما از شما سپاسگزار هستیم. امیدوارم که ویدیو رو ببینین، لذت ببرین و همیشه در کنار ما باشین. شما هم فکر کنم دیگه باید برید دنبال مامانم. آره باید برید دنبال من ما. میرم تماس دنبال گرفت. خانوم خونه خونه دوستشه. اسم منم خیار فروشه. حتما وقتی محصولات بابا رسید کامل، چون الان فقط خیاره، من حتما میرم اونجا براتون ویدیو میگیرم. آره بعد ما میایم شعر میخوریم برای باغ بابا. آره. بابا باغ خیلی محصول عالی داره. ای مردم شما باید میری پر باغ محصول. خیار گوجه داری خربزه یا هینوانا بادمجان. خیلی عالی. دوستتون داریم. خدا خدا حافظ. نگهدارتون. خداحافظ. شعر باحالی ساختین شما دوتا. با یه کاری در میایم خواهر. من این آقا یه کار ما خیلی شبیه همین.